سلام عرض میکنیم. بعدا برای قبولتون تشکر، برای اینکه راضی شدید در این صحبت اشتراک کنید تشکر میگیم. خب سوال اول این است که ببینید حاضر در رسانه ها صحبت ها در موردی اجلاسه 16 شورای عالی تاجیکستان زیاد رفته ایستاده است. خب بعضی ها اون را اجلاسه سرنوشت ساز میگن، خب بعضی دیگر نظر دیگر دارن. به هر صورت نظر شما چی است؟ تا کجا این اجلاسه واقعا سرنوشت ساز بود؟ حکومت فلج شده بود. در تشکیلات های قدرتی که ما داریم به 3 قسم همه تقسیم شده بودن. یعنی که یکون کاری کردن نمیشد و برای همین شورای عالی هم وقت تصمیم گرفت که باید که یک اجلاسه برپا گردد و هم مسائلی که هستند باید عنوان پیش از همه وضعیتی همون روزه تاجیکستان بود. دویم مسئله که ما رو وادار می‌ساخت که همین مسئله رو محاکمه کنیم از وظیفه رفتن سابق پرزیدنت جمهوری شادروان رحمان نبیه بود. یگانه تأثیری که داشت و ما رو وادار میکرد که سیاسی گذاران این مسئله رو محاکمه کنیم این وضعیت امروزه بود. وضعیت بسیار مشکل بود. من برای تکرار کردن نیستم، برای همین که کسی ما رو مجبور کرده باشد و کسی که تأثیر رسانده باشد که شما حتمی باید که شورای عالی گذارانید، جلسه گذارانید، این تماما درست نیست. البته یک جلسه که ما با سران دولت‌های آسیای مرکزی در الماتا داشتیم، در اونجا یک پیشنهاد اسلام کردیم و بعد از اون که خیلی بسیار خوب میشد که همین مسئله را یک بار بررسی میکردید و بار دیگر یک مسئله خودتان که در داخل همین جمهوری و به خودتان وابسته هستند یک بار محاکمه میکردید، یک قرار قبول میکردید که آینده چیکار کردن در کار کردن وضعیت برآورده شد. رئیس عزیز، آیا شما از قبل میدانستید که شما را از وظیفه در اجلاسه سبکدوش میکنن یا این چیز برای شما ناگهانی بود؟ پیش از رفتن به خوجند در مجلس یک جایه شورای ریاستی شورای عالی جمهوری تاجیکستان و اعضایان ریاست کابینت وزیران جمهوری همه جمع شدن، تمام رهبریت ریسپوبلیکا جمع شد اونجا. همه حکومت بود و هم دیپوتات ها بودن، اکثریت دیپوتات ها بودن، رئیس های کمیته های شورای عالی بودن، سرداران همین تشکیلات های انتظامی ما بودن، یعنی که پرکراتورا و سود و دیگر چیزایی که مقامات قانونگذار و مقامات نظارتی همه حضور داشتن و در اونجا ما یک مراجعه‌نامه قبول کردیم. غیر از مراجعه‌نامه ما عریضه نوشتیم، همه ما عریضه عاید به استعفا، یعنی که از رئیس شورای عالی سرکرده همه پرزیدیوم به استعفا می رود، پرزیدیوم کابینت وزیران به استعفا می رود، تمام رهبریت همش به استعفا می رود. مقصد اساسی در چی بود؟ مقصد اساسی که اصلا این جنگ شهروندی ما میگن که هر کس که بها میگه این جنگ اساسش کرسی بود. ما تصمیم همون دوره تصمیم گرفتیم که این کرسی رو همه خالی کرده، آدمای نو باید انتخاب شوند، مسئله چیزی که باشد با یک بارگه محاکمه کنیم و با یک خلاصه بیم که پیش راه جنگ گیریم.